کت خدا آقا تدبیری بیاندیشندی. اگر کت خدای ونزاباد کله پاشوندی دیگر از نفت و اورانیوم و عمق استراتژیک خبری نمی باشدندی. کت خدا آقا، خوف آن دارم که چند روز دیگر مجبور شویم به ونزاباد برویم و مادر کت خدایش را بغل کنیم. یک تلگراف به آن مادر مرده بزنید و بگویید که برود در نماز جمعه ونزاباد زار بزند که من جسم ناقصی دارم، سیبیل کلفتی دارم و اندک آبرویی که کت خدای فینیتو برایم خریده است. کت خدا آقا، می پیشنهادم که طرح مدافعان ونزاباد را بستارتیم و نفراتی را بدانجا گسیل کنیم. قربان عمه مکرمه تان بروید با این پیشنهاداتتان. مدافعان سوراباد شل و پل افتاده‌اند. نفت و اورانیوم و عمق استراتژیک و مادر چاوز توی سرتان بخورد. وای به روزی که اهالی فینیتو مثل اهالی ونزاباد به خیابان بریزند. آن وقت همه تان باید بیایید مادر کت خدا را بغل کنید.